سلام، وقتتون بخیر باشه. پاول دوروف مدیر عامل تلگرام توی آخرین مصاحبهش با لکس فریدمن میگفتش که روزهای اول من به سرمایه گذارام یه مثالی زدم. گفتم اگر شما 100 میلیون کاربر داشته باشید و فقط 1 ثانیه صفحتون دیرتر بارگذاری بشه، شما روزانه سالها از عمر بشر رو هدر دادید. افیشنسی اینقدر مهمه. اون داشت برای استخدام نیروی سطح بالاتر میگفت، ولی تو ذهن من یه چیز دیگه ای زنگ خورد. من تقریبا از سال 86 دارم روتین سر کار میرم و از اینترنت استفاده میکنم. فیلترینگ هم همون سالها تقریبا خیلی جدی تر شد. اگر میانگین روزانه 1 ساعت از عمر من رو فیلترینگ هدر کرده باشه، من در دنبال راه گریز باشم، کارام کنتر پیش رفته باشه یا نشده باشه، میانگین اگر 1 ساعت در نظر بگیریم میشه 6800 ساعت، یعنی حدوداً 9 ماه از عمر من فقط هدر شده برای گذر از فیلترینگ. خودتون حساب کتاب و 2 تا 4 تا و جمع و تفریقاش رو بکنید. همین.